حدیث قدسی. 4 فضیلت میان خود، خدا و خلق. امام صادق علیه السلام فرمودند: خداوند متعال به آدم وحی کرد: من همه نیکی ها را در 4 سخن برای تو جمع می کنم. پرسید: خدایا آن 4 کلمه چیست؟ خداوند متعال فرمود: یکی برای من است، یکی میان من و توست، یکی هم میان تو و مردم است. آدم گفت: پروردگارا آنها را بیان کن تا بدانم. خداوند متعال فرمود: اما آنچه برای من است آن است که مرا عبادت کنی و در پرستش برای من چیز را شریک قرار ندهی. اما آنچه برای توست این است که من پاداش عمل تو را وقتی که بیشترین نیاز را به آن داری خواهم داد. اما آنچه که میان من و توست این است که دعا از تو، اجابت از من. اما آنچه که میان تو و مردم است این است که آنچه برای خود میپسندی برای مردم هم بپسندی. الجواهر السنیه، صفحه 10.